سلام علیکم همداران عزیز. 10 یونی سال 2024 می باشد. من قرار دارم در شهر سمرقند و مخصوص شهر سمرقند آمدم تا اینکه از گلاسدارهای اینجا، از خواجگیدارهای اینجا یک تجربه گرفته به شما نشون دهم تا اینکه شما هم از این تجربه برخوردار شوید. همین تجربه را گرفته همین خیلی باغداری کنید و تا اینکه صاحب پول شوید. من مراجعه میکنم به آدمانی که خواهشی باقی گلاس کردنی دارن. این گلاسایی که ما آمدیم از سیستم، من محض آمدم باقی گلاس لاپینس رو یافتم. نوع لاپینس این یکی از نوعهای صادراتی می باشد و ما آمدیم در باقی برادرمون جانیبک جان السلام علیکم. خوش آمدید به گروه انگور و باغ در تاجیکستان. از مرحمت تاجیکستان و مهمون بید. همداران عزیز، ما پیش از اون که به نوار سر کنیم ما یک با صبر جانکه که نوار کرده ایستادن یک جهان تشکر میگم از اون گروه انگور و باغ که برای قبول کردن مهمونداری کردنشون، برای خدمت کردنشون و اینچنین هر یک خوبی باید که به مینداری نماند. با یک برادر مهاجر تاجیکستانی که از سیبیر گفتم برای من آمدن 120 تومانی با کارت من گذارم که من راهگیری کنم. یک جهان تشکر برادر. الهی خدا در پناهش تو را نگاه دارد. در مهاجرت مهنتی 120 تومانی شما را من استفاده برده راهگیری کردم. رحمت کلام به شما. و امروز باور کنید می بیام هر یک دولت، هر یک جای رفتگی فقط برای شما خدمت میکنم که شما یاد گیرید و یکی شما دو شود و دو شما چهار شود و دهقونیتون پیش رود و دهقونی کورکورانه نکنید و دهقونی یک با تجربه کنید. برای تجربه های پیش رو من به شما نشون میدم. حاضر ما اومدیم باقی من برادرام جانیبک باقی گلاس لاپینس. من در حصار در توده باغ رو دیدم، به شما نشان دادم گلاس بهترین رو که اکای رستم از شهر حصار دهه توده 25 تومانی میفروخت، یعنی $2.5 قریبی. حاضر اومدن لاپیس رو دیدم که از همون گلاس فرقیتی ندارد، فقط این با شیرین و گلاس اکای رستم کمتر ترش مزه بود. این شیرین. جانیبک جان، شما حاضر درباره همین باغ گپ زنید. این باغتون چند ساله؟ باغ سال 2013 سال کارده شدگی. من حاضر با آمده 11 سال شد. چند سالگیش با این میوه دادگی بود؟ اینجا 3 سال با حاصل داد ما. 3 سالگیش به حاصل داد. این گلاس شما در ازبکستان میفروشید یا که خارج کشور میره؟ این حاضرچه اکسپورت برنامه است. اکسپورت برنامه است. اکنون مخفی نباشد کیلوش چند پولی برنامه است؟ کیلوش حاضر شب و روزو 25000 سال شویس است. 25000 شما یعنی $2.5 میشد قریبا. $2.5 کیلوش 25 تومانی مو بود است. نه همین. انا صبر جانکه بیاد یک همین نزدیک همین رسم گیری چخل میبندد. همداران عزیز، این گلاس ببینید چخل میبندد. این همین سر تا گوش گلاس میبندد. هر نمود هر ویش ببینید. او این نشاب من بیارم صبر جانکه اینم گیرید اتاقش. اینا ببینید. این گلاس لاپینس می باشد. همداران عزیز، من نصیب باشد یک دو دانه میبرم اینجا برای زیاد کردن آینده تخمش رو و در تک پیوندی وسیل میکنیم. تک پیوندش چی اینه جوره جان؟ این تک پیوندش آنتیپکا. شما فکر نمیکنید که نزدیکی بچه شنونده ده؟ نزدیکی شنونده نه جویش نزدیکی بعد سال که دو تا شنوندن در کل تفسیر کارگیشون همه خیلی دادن. حاضر با 1 هکتار همین باغ برپا کردیم و 3 متر بکردیم. یعنی که این قریب 2 متر نزدیکی بعد نزدیکی کردیم. 3 متر در کار. 3 متر کردیم. به مالو رسیداری واجبانش حاصل دارش همیشه نموشت. 3 متر نصر میشد. 3 متر به 4. 3 به 4. رحمت شما. با آبی قطرگی. صبر جان که آبی خطرگی نزدیک کرده گیرید یک نشون داد من آبی خطرگی چکیده شده است. همین اکسپرت با هر یک چند وقت رفته شده است. هر یک هفته بر روی میکنید یک ماشین می هفته کنه چندان کی سر کردیم این میره پیش کافو میرد. خالدینلیک به هست می خالدینلیک نیست. همچین دست روزی چهارشنبه سر میکنه. همداران عزیز، من این باز سوال دادنی بودم که باز همین خیلی نقص گلاس میبستگی کدام سورت دارید شما؟ حاضر به گلاس صبر جانکی نقصر میدونن اما سکینه نوعی هستن؟ سکینه حال ما سکینه خیلی همداران عزیز، حال ما سکینه خدا خواهد با همراهی صبر جانکی رفتم میابیم سکینه شما نشون میدیم.
از این لاپیس من بردگی و تنش من رسوندگی نبودم، نمیدونم کدامش لاپیس در خونه من علاقه کلان شده است باقی مانده. لیکن من امسال میبرم تنش من رسونده که لاپیس همین خونه رو برده میشونم باقام ده برای زیاد کردن. من چخیلی که وعده کردم من باید تک پیوند وسل رو که در ازبکستان زیاد شده رفته است وسل رو زیاد کنم در تاجیکستان و در وسل پیوند کرده و فروش برورم. جانبک جان یک جهان تشکر با شما. من حاضر باز درباره اینجا از شما اینترویو میگیرم در دیگر نوار. اینجا چی نمود شنونده چخیل کرده دوزی صبر جان که یک دو دقیقه من از شما تلفن گیرم. باز من تمام میکنم شما قدی گپ میزنم منش می اینا پیشم بعد وایت نه دوام کیسه است معنیش روزی کورکا میشه همدیران عزیز دوامتیم من گرفتم اکنون تماشا کنید این تگی برگ پر گلوس. صبری جون که شما همچون متخصص گویید که این میکروفون پیشتان بگیرید دستان بگیرید گویید که لاپینس چی پوسیدن با و من این بستن با و گل و خنک زدن باش یکان خوبی دارد می؟ لاپینس خودش اصلش این نوعی گلوسی در کانادا بلندتر گوید در کانادا سلکسیون کرده شده کانادا با یعنی برای چی عیناً لاپینس و دقت دادم خصوصیت‌های برتریش لاپینس پیش از همه سیر حاصل بینید از حد زیاد حاصل است. اینجا اگر این حاصله از حد زیاد موندگی یگانه کنانو سیرک کنانو اگر همین حاصله نصفش گیره نگرد انا میشه این کالیبر دو برابر این میشود یعنی که کلون میشد کالیبر بهتری میتید و ترانسپورتابل نمیگن برای دولت‌های خارجی با اکسپورت کردن نوعی بهترین حساب میشد. بله کلون بود از خودش لیکن بسیار بستگی اگر اینا کم کنن کنده پرتوین در وقتی خام بودنش 50% این با از این کلانتر میشد از این هم کلانتر میشد و نرخش هم بهترین میشد. اولیمو همین چیزا معین کردن که اولیمو هم کشاورزی عیناً گلوسی لاپیس در پیوندتکی مانا وسیل یا ماکسیما اگر پیوند شده باشد کالیبر بهترین میتید نصیب خدا خواهد و درآمدی بهترین هم گفته شده اون کسانی که همین لاپیس بخ کرده درآمدش خوب شد. از همه طرف عجیبش همین که گلوسوی کالیبرش کلان بسیار اما طعمش مثل این شیرینش نیست. طعمش خیلی شیرین بامزه. بله جانبک جان شما گویید که همین یک درخت چند کیلو میگیرید شما تخمینا؟ یک درخت اکن از 15 کیلو سر که تو 50 کیلو حاصل دویست است. تو 50 کیلو حاصل داشت. 50 کیلو. این من دیدم که درونش با کالیبری کلونش هست با کالیبری مایدش هست. همون جایی که بسیار بستگی کالیبرش مایده. کنده نپرتفتید؟ اکن کنده نپرتفتیم امسال نصیب هم چیزای کنده نکن با سلوینده صفتش میوهش نیمش کنده میپرتوید میپرتوید برای کالیبرش کلان شده کلان شدگیش جانبک جان رحمت من این نشم یک نوار کنم من اینم هم فرورم بینید ده اینا بینید چه میباندد این از حد زیاد حوصلش برای همون کالیبر اون کلان نشده نه کالیبر کلان شده کی لیکن اگر این با نیمش کنده پرتوه این کالیبرش از کالیبری بنده حسار نشون دادگم کلان میشده است اگر از این هم کلان شد این چه خیلی این نبینید این تگی برگ با میبسته است خودشو بجا میکرده است اگر همدیران عزیز درباره گلوسی لاپینس من به شما وعده دادم مصلحت دادیم من چخیلی که میبینید گفتیم 2 بچور شنوندگی حاضر به خلاصه اومدن که 2 بچور خطاگی بوده است 3 بچور شنوندن در کار من این انجا تو اینجا 2 این 3 کدن در کار بوده است برای که یک دیگرش جقده است 3 بچور این درجه اولی من اینجا حاضر نوار میگیرم این 3 بچور حاضر این الهیده میگیم انا همدیران عزیز در پناه خدا باشید من هم خیلی گلاس پروری کنید این ببینید خدا نگهبانی شما باشد اگر معقول شده باشد خیلی یگون چی نویسید یگون لایک مونید لایک به پول نمیگیرد هیچ که لایک من در کار نیست برای دیگرو در کار که دیگرو تماشا کنن و بهره گیرن
خدا نگهبان شما باشد. من صفتش ببینید. سیاه شده است آخر سیاه شده و شیرین نسبت به گلوس که در حصار من نشان دادم. انچ شیرین. این در آفتاب هم خلین سویه سیاه میشد. انا افتش سیاه در کامera سرخ آماساده است. نکه افتش سیاه شدگی. خدا نگهبان شما باشد.